اونها رو تخلیه کنید تا من از مردم بخواهم خودشون به حساب اونها برسن. ببخشید یه ویزیت بیمار مالا. نه بیمار. سعید امیریان. 20 تومن میشه. چند لحظه. سعید 20 تومن باهات امروز پولم میدم. صدا اصغر بده من اونو. تو برو حزب حاج آقا فتحی گزارش دانشگاه رو بده اون مهم‌تر. من برم حس چه کنم سعید؟ برو به خود من بابا تو الان بدنت گرمه بزن باهات باشم. برو قربونت برم. خدا خیر. سعید بذار باشم. نه به خدا بابا کاری نیست که. خداحافظ. حالا تعهد داریم؟ سعید جون ببرینش اتاق عمل سرکاری چند تا بخیه بزنیم باید خمسش کنیم برمت نه کلا خیلی ساکتی. دارم دنبال یه جمله میگردم شروع کنم تازه. فکر کنم حافظم پاک شده هستم. خوب بوی لیمو شیرین و چوبه. اما عطری که تو فرودگاه بهت دادم زیادم حافظت از دست ندادی. بو آخرین چیزیه که آدم از یادش میره. کی برگشتی؟ چرا خبرم نکردی؟ یه ماهی میشه. هر جام که فکر میکردم پیدات میکنم زیر رو کردم. تو ازت خبری نبود. دوستاتم ازت خبر نداشتن. نه آره بعد رفتن تو دیگه انقدر سالم بد شد گمگور شدم دیگه. منم حالم بهتر از تو نبود. تموم شد. میتونی پاشی. چیه؟ چیه نگاه میکنی؟ هیچی. نه اصلا تو این 2 سال فرصت نکردم به چیزی فکر کنم چه برسه ازدواج. دیدم داشتی انگشتمو نگاه کردی. نه چشم افتاد. چقدر عوض شدی؟ ریش گذاشتی بامزه شدی. بامزه است. 2 روز دیگه میتونی پانسمان تو باز کنی هموم کاری. آخر هفتم بیا زخمتو باید ببینم. اینجا بیام؟ البته اینجا پر مجروح جنگیه. اگه بخوای میتونی بیای خونم. آدرسمونو یادته؟
آدرستون رو بهتر از آدرس خونه خودمون بلد. خب پس میای؟ بیادبی اگه نیایی. پس جمعه نهار منتظرتم. ببخشید تو رو خدا. چیزی نشد؟ چیزی نشد. چرا دیگه میتینگ مگه تیغ موکت برو 5 بوکس با خودش بره. آقا معلومه همه اینا طراحی شدن. سعید بگه باهاش آقا. اصلا سعید به من چی بگه؟ شما به من بگو. چرا هر جا دوربین تلویزیون میچرخه شما اون وسط بودی مشت و لگدت رو به هوا بود؟ آقا معلومه که باید این کار مکه. اگه کار نکرده که الان مثل سعید لتو پارمشو کرده. سعید کمرت نشون آقا ده. آقا مثل چه خون شاوند ازش. اینا مرامشو جنگ و درگیری با صلح و صفا نو باشو برخورد بکنی. وقتی توطئه طراحی شده باشه حاج آقا هر اتفاقی ممکنه بیفته دیگه، دست ما نیست که. خدا پدرتو بیامرز آقا سعید، مگه نمیگی توطئه؟ بله. خب شما چرا فریب خوردید؟ چرا دو تا از بچهای حراست حزب باد بره تو زمین اونو توپ بزنه؟ آقا ما رفتیم دانشگاه رو سر خوشوناده. اگه نرفتاریم شاسه چه بکنه؟ انیسات هر چه از دهنش در میومد وقتی میگه چیکار میتونستیم بکنیم؟ حرف نمیزدیم. مگه بارها و بارها خود آقای دکتر نگفتن دفاع از منو بسپارید به خدا؟ گفتن یا نگفتن؟ گفتن یا نگفتن آقا؟ بله گفتن. خیلی خوب. الان اینجوری خوب شد؟ جای طلبکار بدهکار عوض شد. نشریه‌شون به بچهای حزب گفتن چماقدار. یه شیر پاک خورده هم اومده برق اونجا رو قطع کرده انداختن گردن بچهای حزب. باشه آقا باش، همه حرفای شما درست. ولی خدا نکن اون روز بیاد که شما خودت بگی کاش یه جوری دیگه ای رفتار مکه. تند رفتید اسقر آقا. تند رفتید. سلام. سلام علیکم. حاج آقا این امیر ذوالفقاری رو گرفتن درسته؟ بله دیگه. بسم الله. بالاخره باید مشخص بشه مأمور گارد ریاست جمهوری این کوتاهیش عمدی بوده سهوی بوده. آقا معلومه تعمدی بودن. اصلا محافظتی در کار نه اونجا، به کسیشو ناگشت. جواب انیسات رو کی میخواد بده؟ علمشنگی را میندازه که رئیس گارد چرا گرفتیم؟ بر ما بد میشه که. چه ربطی داره آقا؟ ما چند تا گزارش داریم که همین رئیس گارد با سازمان در ارتباط بوده. شاید همینجا مشخص بشه که در ارتباط بوده یا نه. معلومه باشه بودن آقا، واضحه. صلاح میدونی حاج آقا من برم ببینمش باش حرف بزنم؟ به شما چه ربطی داره؟ من چند وقت پیش گزارشاشو خوندم، اسخر در جریانه، خود دکترم میگه. برم بازجوییاشو بخونم ببینم چیزی در میاد یا نه. بچهای دادستانی خودشون انجام میدن. آقا پیشنهاد خوبی، سعیدم رو پروندهش مسلطه. من باشم. نه. حاج آقا این امیر ذوالفقاری به خدا مورد داره. من چند ماه پیشم سر قضیه وارد کردن غیر مجاز اسلحه هشدار دادم، کسی جدی نگرفت. شما دکتری که میشناسید سر 48 ساعت اگه از این آدم چیز مشکوکی در نهاد میگه آزادش کنید بره. ما هیچ برمیگردیم سر خونه اول تا ببینیم کی کجا این دوباره به ما لطمه بزنه. سعید من واقعا دیگه الان حاج فکرم آقا کار اگه نمی‌کنه. لطف کنید با دادستانی هماهنگ کنید ممنون میشم. باشه من با آقای لاجوردی صحبت میکنم بعد خبرتون میکنم. دست شما درد نکنه. خدا نگهدار. خدا حافظتون. خدا نگهدارت. آقای ذوالفقاری من پرونده شما رو بررسی کردم، چیزی پیدا نکردم که نشون بده شما با سازمان مجاهدین ارتباط دارین. کشف بزرگی کردیم، این که شما باید خودتون به خودتون بگین. ولی راجع به این دستگیری الکی من باید حتما بتونید پاسخگو باشید، نه به من که به شخص رئیس جمهور. من بازجوییاتونم خوندم، اغلب حرفتون راست. خجالت میکشین بگین همش راست بود. نه شما یه مطلب با ما دروغ گفتید. من هیچ مطلبی رو دروغ نگفتم آقا. دروغ نگفتم. برای منم فیلم بازی نکنید لطفاً. هیچ دروغی نگفتیم. یه شماره تو پرونده شما ثبت شده. 2 ماه گذشته چند بار با شما تماس گرفتیم. اونو 100 بار پرسیدید گفتم مزاحم تلفنیه. مال همسایه‌تونه. صداشون کن. مرتضی بگو بیام.
آقای ذوالفقاری شما یه حرفایی رو به ما تو بازجوییاتون نگفتید. نگفتید که تو خونه این خانم تریاک جاساز کردین که شوهرش رو بازداشت کنید تا وقتی ایشون تنها شد بهش پیشنهاد نامشروع بدین. موقعی که قبول نکرده تهدیدش کردین که شوهرش رو اعدام میکنید. اینا رو به ما نگفتید. نه آقا شما دارین منو قربانی بانبازی‌های خودتون میکنین. بله این که 4 تا جوجه ریشو جمع بشن بخوام واسه من پاپوش درست کنن. خانم من 10 ساله دارم تو محیط زندگی میکنم. 10 ساله دارم تو این محله زندگی میکنم. نباید یک بار چهره شما رو دیده باشم. چرا دارین خودتون رو حالت دست اینا قرار میدین؟ من چیکار به کار شما دارم؟ دیدی دیگه چیکار می‌خواستی بکنی بابا که نکردی ها؟ چیکار می‌دونستی بکنی؟ خانم چرا دروغ میگین؟ بذاریم خانم ببر تو حیاط. من دیگه حرفی ندارم. نه حرفی ندارم. ذوالفقاری چرا اینجا بایستادی؟ بیا تو. نه خوبه. تعارف میکنی؟ سرد هوا. نه بابا هوا خوبه. میخوای اینجا بشینی؟ هر جور راحتی. بده من میارم. نهار منتظرت بودم، خیلی دیر اومدی. نه من شام شنیدم. اشکال نداره. نهار که؟ من اصلا ظهرهای جمعه میرم نماز جمعه. نماز جمعه میری؟ یادم موقع سمپات مجاهدین و اینا بودی. چطور شد نماز جمعه برو شدی؟ دیگه بعد تو من رفتم قاطیشون شدم. اهل شلوغ کاری بودن. من خودت میشناسی منو، زیاد از خشونت خوشم نمیاد. ازشون جدا شد. بابات هم به نظر من زود تصمیم گرفت برای رفتن. در هر حال بابا جور دیگه فکر میکرد دیگه. خودت هم که شاهد بودی. جوی که تو روزنامه به وجود آورد بهشتی، اصلا بابا همش میگفت ممکنه منو بندازن زندان. در هر حال از مملکت که رفتیم بابا اصلا یه آدم دیگه شد. همش میگفت حق ما رو تو این انقلاب خوردن. بعدم که سرطان گرفت. ای بابا. ببخشید نمیخواستم اینطوری شه. نه اشکالی نداره. میخوای بریم بیرون یه دور بزنیم؟ بریم. ببخشیدا. نه بابا. من خیلی حوث اینجا رو کرده بودم. خوب کاری کردی. ریز شدی بده من. نه بارونش بارون نیست. سعید چیه؟ اونو بزن سر جاش. بزن سر جاش میگم. اونو اونجوری دستت نگیر. بزن سر جاش دیگه. جلو مردم که اسلحه رو اونجوری بالا نمیگیرن. قربونت برن. غذا تو بخور. چت شد؟ من چم شد؟ تو چت شده؟ من که توی که همه چی تغییر کرده. لباس پوشیدنت، تیپ حرف زدنت، لحنت.
اسلحه رو گرفتی جلو مردم بالا. منم سعیدی که من میشناختم اینطوری بود. سعیدی که من دوست داشتم. تو الان اسلحه داری. اسلحه رو که من همون 2 سال پیشم اگه یادت بشه من عشق اسلحه بودم. تو اصلا چی کاره ای که تو دانشگاه زخمیت کردن؟ بهت میگم الان غذا بگو تو بخور. چی کاره ای که زخمیت کردن؟ من تو حراستم. تو حراست حزب جمهوری. بی تو 2 سال نبودی، نمیدونی چی به من گذشته که. بی تو بیا بشین تو ماشین. بیا بشین تو ماشین غذا تو بخور. بیتا چه بچه بازی داری میکنی؟ زشته جلو مردم. کنار من اذیت میشی؟ یعنی چی؟ چرا اذیت شم؟ بالاخره برای کسی که کنار بهشتی کار میکنه شاید اصلا درست نباشه با یه آدمی مثل من بگرده. چه قضاوتی میکنی؟ چجوری باید قضاوت کنم توی که اسلحه داری؟ ببین همون نمیدی آخه. اول حرفامو گوش بده. باشه بگو گوش میدم. بریم یه جا قشنگ بشینیم یه چای نبات بخور حالت جا بیاد بعد من فرار کنیم. برای چی داری من اذیت میکنی؟ تو نمیدونی من رو سیاست حساسم؟ ببخشید بیت. خیلی راحت اومدی به من میگی کنار بهشتی دارم تو حزب جمهوری کار میکنم. به خدا نمیخواستم ناراحتت کنم. گفتم مثل قدیما میایم بیرون بهمون خوش میگذره. خیلی خوش گذشت. من برسون خونم. بیتا آره من تو حزب کار میکنم پیش بهشتی ولی عاشق تو هم. دلم نمیخواد اینطوری ببینمت. واسه اینکه تو رو خوشبخت کنم هر کاری میکنم. هر کاری میکنم. چجوری منو خوشبخت میکنی؟ چرا خودتو گول میزنی؟ تنین راهی که داری میری رو میدونم چیه. اینشو تو زندگی بابام دیدم. منو برسون خونم. بیتا نمیخواد امشب تنها باشی. من میام پیشت. نه از فردا یه پست نگهبان باید بنویسیم سر و کوچه. یه دونم دم سفارت شوروی. توی وضعیت حتما باید صبح بخیر. سلام حسین.
ابوذر جان حتما باید هماهنگیش انجام باشه. فردا باید این کار بکنیم. شما هم یه صحبت در مورد تیم حفاظت چه دکتر. صحبتی باید بکنیم؟ خب وقتی اینا میان اینجا تداخل ماموریت پیدا میکنه. اصلا ربطی بهش نیست. اصغر همه چی آقا من میریزه فردا به هم. باشون صحبت میکنم مشکل حل میشه. توجهشون. خداحافظ. خداحافظ. آقا اینو یه امضا تو خوبی امروز؟ الان تا از دادستانی چه خبر؟ مشخص شد ذوالفقار سیانور رو کی گرفته بوده؟ اینا باید پیگیری کنن ها. از رو آسمون که سیانور نیومده بوده. آقا سعید شما اول به او خانم بگه با سر و وضع مناسب بیاد حزب. دادستانی پیشکشت. کیو میگی؟ کی؟ همین خانمی که اگه نامزدته. اومده بود اینجا؟ اصلا بنا نبود. دیگه بدتر. آقا سعید شما حراست حزبی اینجا پشت سرت نماز خونن به سرت قسم خارن بعد انتخابت این تو روش منشت مشخصه روش منش و خانمم از سر و وضعش پیداست. اصغر آقا این دستور حاج آقا رو به ما میدین؟ یه لحظه صبر اصغر خدا شاهده داری اشتباه میکنی. این بنده خدا 2 سال پیش به زور خانواده‌اش رفت خارج بعد برگشت. دید وضعیت مملکت اینطوریه برگشته الان تو بیمارستان داره مجروحای جنگی رو مداوا میکنه. به خاطر اعتقاداتش میتونست بهترین جای دنیا بمونه زندگیشو بکنه. میگه من تو این مملکت درس خوندم باید تخصصم به درد مردم همین مملکت بخوره. به خدا انقدر آدم خوبی است که بعضی موقع فکر میکنم این آدم ارزشش پیش خدا حداقل بیشتر از منه. اگه اینقدر خانم خوبی که تو گفته و به چه پنهونکاریت که به چه قایمشت که من پنهونکاری نداشتم خودش. ما رفیق همیم نون و نمک هم دیگه به خدا مخورده. پنهون نمیخواستم بکنم. من اصلا چی میومدم میگفتم؟ من ترسیدم. چی ترسیدی؟ ترسیدم قضاوت شم. بعدشم والله من روحم خبردار نبوده این میخواد بلند شه بیاد اینجا این اتفاقا بیفته وگرنه باهاش حرف میزدم جلوشو میگرفت. الان اومد اینجا چی شد؟ رفت پیش دکتر. نه زیاده. بیا جلو. دست شما درد نکنه. آقا سعید بله. به نظر بهتر نبود خودت یه ذره زودتر اون مسئله رو با دکتر در میون میذاشتی؟ آقا راستش قصدشو داشتم. اینجا اونقدر سریع اتفاق افتاد فرصتش پیش. دکتر با من صحبت کردم. حال واقعیتش اینه که اگر شما اون بنده خدا رو دوست داری یه جوری کار و مسائل حزب اینا نبایستی حساب بشه در برابر زندگیت. آدم متعهدی هستی، کار بلدی، وجدان کاری داری، هدفت هم خدمت. خب حالا یه جایی میتونی کار کنی که خانومت هم راضی باشه. راضی هم؟ دوستش اینه که اول زندگی به مشکل برخورد نمی‌کنه. نه اصلا مشکل چی آقا؟ مشکلی نیست. شما خودتون خانوما رو بهتر از من میشناسید. بعضی موقع از یه کاه کوه میسازن. اتفاقا من فکر میکنم که خانم‌ها در بعضی از موارد مخصوصا در مورد مسائل زندگی و برنامه‌ریزی اینا خیلی چیزا رو بیشتر از ما آقایون میفهمن. درست میفرمایید. منظورم این نبود. این دیروز یه مسئله من خودم باهاش صحبت میکنم مسئله رو حل میکنم. شما جدی نگیرید آقا. چیو جدی نگیرم آقا سعید؟ اون خانم واقعا شما رو دوست داره. بهت وابسته شده. علل حساب آقای دکتر هم گفتن که بهت بگم تا آخر این ماه کاراتو انجام بده. مسئولیتت هم تحویل یکی دیگه. برای چی تحویل بدم آقا؟ برای چی تحویل ندی؟ خیلی کاری نمونده که. برای خود دکتر خطرناکه آقا. خدا بزرگه. شما اجالتا اولویت زندگیه. من شما خود اول اومده بود اینجا تو حزب کار بلد بودی؟ نه کاری بلد نبودم. اصول حفاظت حراست سر سیما نمیدونستی از بچه‌ها دیگه یاد گرفتی. یکی دیگه میارم جای شما به سلامتی بچه‌ها کمک میکنن راه میفته. راست نگران بابا. ما هستم بیا. اگه مشکلی هم پیش بیاد باید مشورت کنیم. خدمت شما.
پیکری نه. در مورد ذوالفقاری مرکزیت خیلی ازت راضیه. فکرشو بکن میفهمیدم رئیس گارد بنی صدباغاست. میدونی چه افتضاحی میشد. ولی ریسکش خیلی بالا بود. 1% میگفت سیانه رو از من گرفتی، من چی میشدم؟ من تو جای بد نمیفرست. خبر جدید چی داری؟ بهشتی گفته باید از حزب برم بیرون. بهشتی بعضی موقع از این کارا میکنه. آدمایی که کار بلدن رو برمی‌داره، مامورشو میکنه این ور اون ور. خود همه جا رو مدیریت کنه دیگه. فکر کردم شاید بدم نباشه. شاید جای دیگه هم آدم داشته باشیم خوبه. رصد کنیم جای دیگه رو برای سازمان خوب باشه. نه خوب نیست. سازمان جای دیگر رو میخواد چی کار؟ بهشتی و حزبش برامون مهمه. نباید به من میگفتی؟ من میگم تو درس خوندی، مهندس شدی، خب یه کاری بکن که درسی که خوندی به کارت بیاد. برای چی میخوای سیاست واسه زندگی تصمیم بگیره؟ عین همینا رو به بهشتی گفتم. اتفاقا گفت خیلی حرفا منطقیه. تو چرا فکر نمی‌کنی من خودم به این چیزا فکر کردم؟ نمیفهمم دلیل پافشاریت برای موندن تو حزب چیه؟ چی بگم؟ تو 1% هم احتمال نمیدی اشتباه کنی که. 2 سال پیش وقتی رفتی فکر نکردی من بدبخت بدون تو بیچاره میشم. پدرم بود، مجبور بودم باش برم. نه نباید میرفتی. 6 ماه پدرم در اومد از بس قرص خوردم بیتا. من اصلا چه میدونستم حزب چیه، مال کیه. فقط از اینکه روزی 1000 نفر رو اونجا عضوگیری میکردم، سرم شلوغ بود، به تو فکر نمیکردم، حالم خوب بود. 6 ماه بدون حقوق کار کردم تا تو رو یادم بره. چرا هیچی نمیگی؟ قرار بود با مامانت صحبت کنی، در مورد من حرف زدی؟ با مامانم چطور؟ سر وقتش حرف میزنم. واقعا داری با مامانت زندگی میکنی؟ متاسفم، برای خودم متاسفم. سعید میشه بری؟ تنها باشم. باشه باشه، خداحافظ. برای چی افتادی دنبالم؟ من فقط میخواستم. فقط میخواستی چی؟ فکر کردی به دروغ میگم؟ حرفمو باور نکردی؟ بیا تو. بگرد، راحت بگرد، همه جای خونه رو بگرد، ببین پای زن دیگه وسط هست یا نه.
همینجور خوب نگاه کن. این پشت بخاری رو ببین، این زیر لای کتابا ببین نشونه‌ای پیدا میکنی. بیا این اتاقا رو نگاه کن، خجالت نکش. بیا سرویس، حموم. بیا ببین. بسه دیگه. بیتا من اصلا میترسی میری عقب؟ من همون رو کوه میخواستم بهت بگم، غرورم نذاشت. تو کاری کردی با من که اصلا میتونم به زن دیگه ای فکر کنم؟ من این همه باهات حرف زدم. تو چرا اینجوری شده سعید؟ چجوری شده؟ اصلا آدم نمیدونه دلش به حالت بسوزه یا باید اصلا ترسید. بترس بیتا ازم. بترس. یه لحظه دلت برام نسوزه. بترس. تو اصلا برام مهم نیست در مورد من چه فکر کنی. بیفایده است. برای چی داریم؟ ببخشید بیتا بیا. بیا برو خونتون. همدیگر رو آزار ندیم بیشتر از این. بریم هر کی بره پی زندگیش. فقط تو رو خدا اگه یه ذره انصاف داری جایی نباش که دوباره همدیگر رو ببینیم. آزار ندیم همدیگر رو. من تازه حالم خوب شده. فردا میرم حزب میگم من اشتباه کردم. واقعا متاسفم، من نمیخواستم اذیتت کنم. ببخشید. ببخشید. بخند دیگه. مامان کجاست؟ میتونی بلند شی. چرا تنها آمدی؟ شوهرت کو؟ ای بوام سوخت. اقدر که جر میکنه میگه ای بچه ها رو بنداز، میگم نکنه روم سیاه یه ریگی به کفشش باشه. چه ریگی؟ چه میدونم، معتاد شده باشه، هوا آورده باشه سرم، خاک تو سرم، یه وقت از این گروهکی ها نشده باشه. یا آزمایش خون برات می‌نویسم؟ مشکل خاصی نداری یا فقط برای اینکه وضعیت تو تا زایمان کنترل کنی؟ لازم. خانم دکتر همینجوری هی دلم هم میزن. حالا خوب بالا نمیارم. گمون کنم به بو بیمارستان بیار کردم. دل رودن داره میاد تو دهنم. یه مریض داشتم به بوی شوهرش بیار. کاشکی اگه من یه جوری بودم که خوب بود. به بهونه همین عقاب وقا میذاشتم میرفتم دمونه ای سرم نخوره. این آزمایش رو دادی دوباره بیا پیش. خانم دکتر این نسخه قبلی رو بردم داروخونه، دیدم قیمتش سر میکشه به فلک. یا هم گرون میشه؟ نه به اندازه این نسخه. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. یه لحظه صبر کن. بیا یه دقیقه. وای اصلا خانم دکتر خاک تو سرم. خیلی زیاده.
آهسته برو آهسته بیا، خیلی مراقب خودت باش. گلم چه یواشی، چه آهسته ای. یه روزی بود آزادی نداشتیم، امنیت که داشتیم. حالا چی؟ نه آزادی داریم نه امنیت. هر جا که پا میذاری یا تظاهراته یا تحسنه یا بکش اومد تو سرشون بگیره. اصلا میترسم توی شلوغی ها یه بلایی سر بچه هم میاد. خداحافظ خانم دکتر. خداحافظ. خسته نباشید. سلام. خسته نباشید. خسته نباشی خواهر. دست در نکن نشی. خسته نباشی. تو هم خسته نباشی. چی می‌خواستم بگم؟ نشه ها رو آوردن. آره تو اون اتاق گذاشتینشون اینجا. سلام. خسته نباشی. اوه چقدر زیادن. یه بخش از این دم دانشگاه، یه بخشی هم بره میدون فردوسی. دانشگاه تهران. ولش کن اینا رو. من بهش میگم. تو زودتر برو، ناصر زنگ زده داره میاد. ناصر؟ خیلی خوب. باشه. اصلا قیافش که نمیخوره فالانژ باشه. من خواستم راجع به رژیمم ازش بپرسم، اصلا هیچ واکنشی نداد. میرفتی زیر زبونه. فکر نمی‌کنم مخفی کار باشه. از این دختراست که سلام عزیزم دنبال غیر و فیر خودشه. مطمئنی؟ به نظرم با یه پسر حزب اللهی هم در ارتباطه. سلام از کیه؟ نمیدونم کیه، ولی از رفت آمداشون معلومه که یه سر و سری چیزی با هم دارن. ولی شما ور بگم میخوام شیشتانگ حواست به این دختره باشه، ببینی کجا میره کجا میاد. به غیر از اون پسره با عوامل دیگه از رژیم ارتباط داره یا نه. میخوام ببینم چسب ایدئولوژیک داره یا موضوع. این برای من خیلی مهمه. باشه فقط با یه بار دوبار فکر نمی‌کنم، بعد چند بار برم بیام. شما 100 بار برو بیا. مواظبت باش. از فرهاد خبری داری؟ حالش خوبه. البته من باش ارتباط نداشتم، رابطش زنگ زده گفته حالم. خب چی میگه اصلا؟ کجاست؟ من ازش بیخبرم خیلی وقته. مرکزیت سازماندهی کل استان‌های شمالی رو بهش داده. دیگه باید بهش افتخار کنیم. یعنی حالا نمیاد دیگه. یعنی چی حالا نمیاد؟ نمیاد دیگه حالا. کار رژیم تمومه. دل تنگ شده واسش نه؟ نه. چرا؟ نه و نگرانشم، خیلی ازش بیخبرم. فکرتو بذار رو هدفی که بهت داده سازمان. حتما. اگه پول و پله چیزی کم و کس داری به خودم. نه هیچی کم و کس نه. رود نمیشه وزن؟ نه اصلا هیچی واقعا. الان جزء خانواده سازمان. خبر تحرکات سازمان به همه رسیده. اینکه اسلحه وارد شده و میلیشیا هم به خط شده و اینکه تو حزبی عده نظرشونه که باید سازمانو بزنیم. خب ولی بهشتی مخالف. چرا؟ میگه این قصاص قبل جنایت. تا وقتی سازمان دست به اسلحه نبرده نباید باشون برخورد کرد. ولی هر دو تا گروه منتظر جرقه از طرف من که روبرو ما باست. غلط کردن. استیزای بنیستد چی شد؟ این که هنوز جدی نشد. اینو بگی. ولی بهشتی میگه باید تحملش کنیم. چرا؟ دیگه به هر حال وضعیت بازرگان که اونطوری شده، اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم عزل شد، آبروریزیه براشون. ببین سعید، ما تو بهترین موقعیت هست. بنیستد خر خودمونه. مثل پاندول ساعت کشیدیمش سمت خودمون. ولش کنیم بوم خورده به خیگ رژیم. اوضاع جنگ هم که تو بهتر از ما می‌دونی فرسایشی شده. از اون ور خرمشهر سقوط کرده، از این ور میلیشیای ما شده 150,000 نفر. الان نزنیم که باید بزنیم؟
ما میخوایم اونا اول ما رو بزنن. تو هم تو باید هولشون بدی به سمت ما. خیلی سخته بابا. ولی تو میتونی. یعنی باید بتونی. ناصر اینو ببینید. این چیه؟ این لایحه قصاصه. بهشتی اخیراً تنظیم کرد. یعنی مجوز قانونی آدم کشی، شکنجه، قتل عام. میتونیم روش مانو بدیم مردم بکشونیم تو خیابون روبرو حزب بهشتی واسه. تو چرا که دیر به دیر گزارش میدی؟ هر روز دارم براشون گزارش می‌نویسم. مدام برامون جلسه توجیهی میذارم. نمیرسم. یه جلوی حس میشه داری یه چیزی رو مخفی میکنی از من. آقا چه چیز مخفی من از شما دارم؟ بهشتی در مورد انتقال دیگه حرفی نزد؟ حل شد دیگه. گفتم همون 2 ماه پیش درستش میکنم. سعید جاپاتو محکم کن. بله. ممکنه یه مأموریت مهم بهت بدم. چه مأموریت؟ به موقعش بهت میگم. آقا تو همین کاها اسلحه جاساز شده؟ خداحافظ. بیتا ولی افسوس تو ز من خیلی دوری میدونم، مثل قله های سخت و بیابوری میدونم. من بریدم ایت. چی شد؟ راه نرفتیم هنوز. راه نرفتیم. تنبل شدی یا؟ چقدر دیگه مونده؟ چیزی نمونده دیگه. جای قشنگیه. اون چی؟ کجا؟ اون بغل اون سنگه. بالاش صورتیه. صورتی؟ بابا برای چی؟ همینطوری. خیلی وقت بود برات کادو نخریده بودم. خیلی قشنگه. خوشت میاد؟ سلیقت انقدر خوب بود. بهم میاد. خیلی. چیه؟ کاش هیچی ما رو از هم جدا نکن. مگه چیزی شده؟ همش احساس میکنم زیر پام یه چای بزرگ. یه لحظه غفلت کنم با سر میرم توش. چرا من میترسونی؟ اوضاع مملکت خوب نیست دیگه. میبینی که گورکیا دیر و زود میریزن تو خیابون. درد سر شروع میشه. هفته پیش که شنیدم رجبی میخواد بره پیش امام. شاید امام باش حرف بزنه خودشو بکشه کنار. هرچند بعید میدونم اون آدمی باشه که خودشو کنار بکشه. خوب میشناسیشو. نمیدونم واقعا بعضی موقع فکر میکنم شاید حق داشته باشه. نه؟ بالاخره شهید دادن.
زندانی کشیدم. ربطی داره؟ مردم باید بهشون رأی میدادن که ندادن. خوشت نمیاد از رجبی؟ نه، لااقل وقتی با بهشتی حرف زدم تو رو گفت بره سر خونه زندگیش. میخوام بدونم اونا میذارن آدماشون برن سر خونه زندگیشون؟ هرچند مرغ تو یه پا داره. نمیای بیرون نه؟ چرا دوست دارم. دلم میخواد با هم بریم یه جای دور زندگی کنیم. تو که نمیای، ولی اگه میومدی پشیمون نمیشدی. بیتا خیلی دوست دارم. منم خیلی دوست دارم. من نمیفهمم تو چرا هر دفعه میای حالت بدتر از دفعه قبله. دیشب حسن آقامون با هم جر کرد. بده آزمایشتو ببینم. میخواست با لقت بزنه تو کمو، از دستش در رفت. بچم زنده مونده. گفته چی کار است؟ آقام گچکار. خوبه که حالا سیاسی نیست. بریم معاینت کنم. من شوهر شما سیاسیه؟ من هنوز ازدواج نکردم. بفهم. آخه یه جوری گفتین. نامزدمو گفتم سیاسیه. وای خاک تو سرم از این گروهکی ها نباشه. نه بابا تو حزب جمهوریه. تازه شاید بیاد بیرون. چرا؟ سیاست دیگه. میگه کار سختیه. اونم تو این اوضاع به هم ریخته. شایدم به خاطر من بخواد بیاد بیرون. وای با آن سخت. یعنی دوباره همه چی به هم میرسه نه؟ نمیدونم. من ممکنه از ایران برم ولی تو نگران. تک و تنها؟ نه تنها که نمیرم، با نامزدم میرم. ولی میگم تو نگران نباش. من با یه دکتر صحبت میکنم وضعیت تو تا موقع زایمان کنترل کنه. میتونی بلند شی. یه شربت برات مینویسم برای همون که گفتی ترش میکنی. سر بچه به پهلوه که کاملا طبیعیه. نگران نباش من جمع میکنم. منو نگاه کن. اینو لپتای درست بزنید. حتما. پس بدم لپتاپاشو بشکافم. کلن همه اینها باید شکافته بشه. تو اینا ناصر کارم. ببرید خانم. چیه؟ ناصر بچه رو چیکار کنه؟
چی شده؟ من اینجا این چه حرفی داری با من میزنی تو جمع ها؟ چی گفتم؟ فقط یه سوال پرسیدم. این سواله. ما برای نزدیک شدن به اون دختر به این بچه احتیاج داریم. متوجه باش چی دارم میگم؟ دارم میگم بعد از مأموریت چیکار کنم؟ انداختنش برام سخت میشه ناصر. این خیلی عالیه. چه بچه تحریریه بده اونا به من. بفرم. خسته نباشید. شما خسته نباشید. تیتر امروز رو دیدید؟ بله. این افسار پاره کردن آجا. امروز بنیصد میگه رفراندوم، فردا معلوم نیست سازمان چه بلایی بخواد سر اون بیاره. اصغر بیرون نمیگه، هار شدن، وحشی شدن. باید بزنیمشون آدم شن. گفتیم به شما بگیم با دکتر صحبت کنید خواهشم، متقاعدشون کنید. مسئله خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست حسین. خب نمیشم دست رو دست ببین گذاشت. سازمان عمدن این مورها رو جلوی پای ما چیده تا ما نسنجیده عمل کنیم. اونا هم بیفتن شهر رو شلوغ کنن. برای همینی که دکتر میگه حزب بایستی از تنش پریز کنه. بنیصد باید عزل بشه وگر مملکت آروم نبود. آقا تنها پشتوانه سازمانم که رئیس جمهوره. اینا پشتشون به اون گرم دیگه، به بنیصد گرمه. بنیصد عزل شه بدون نظر امام امکان داره؟ باید فعلا صبر کرد. خب آقا صبر کنیم که همین الانش تیراژ روزنامه‌شون 600,000 تاست. شوخی نیست. رژه مینیشی هاشون هم که دیدید. اینا قبل ما بریزن تو خیابونا دیگه نمیشه جمعشون کرد. دیر بجنبیم دیگه کاری از دست هیچ که ساختن اینا. حاج آقا اینا تو روزنامه‌شون یه نظرسنجی گذاشتن. امام محبوب تره یا بنیصدر؟ بنیصدر 63% رأی آورده. باورتون میشه؟ من تعجبم از اینه که شما چرا باورتون شده آقا سعید؟ نه. یعنی شما معتقدید که بنیصدر از امام محبوب تره؟ من فقط خواستم آمار رو بگم. 98% از مردم به جمهوری اسلامی رأی دادن. جمهوری اسلامی یعنی امام. این آمار واقعیه. بعدش هم من خودتون ندیدید امام یه سخنرانی میکنه فردا جبهه‌ها پر میشه. مردم میفرستن جووناشون، نوجووناشون رو میفرستن. به خاطر کی؟ فقط امام. اصلا سازمان قوی. تیتیلش توی جای کوچیکه. تیتیله انقلاب توی دریاست. خودتون رو نوازید. سلام آجا. بفرمایید. بفرمایید. شیرینی عزل بنیصدر از فرماندهی کل قدس. اینو آقای محمدی اصلاح کنه برنم بیار. چشم آجا. آقا بفرمایید. شیرینی عزل بنیصدر از فرماندهی کل قدس. بفرمایید. رأیگیری برای عدم کفایت ریاست جمهوری. پایان آمد بشه آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنیصدر به صندوق ریخته شده 177 نفر.
بهشتی رو بزن. چی؟ چیکار کنم؟ گفتم بهشتی رو دور و بریاشو بزن که یه کسی مثل بهشتی بالا نیاد. ناصر این چه کاریه؟ من برای چی باید بهشتی رو بزنم؟ الان این کار درست نیست تو این موقعیت. بهشتی آینده رژیم هست یا نه؟ با آینده رژیم چیکار میکنن؟ میزنن دیگه. بهشتی رو، باهنه رو، خامنه ای رو، هر کی از این قماشه. ناصر ما چرا دوباره داریم اشتباه میکنیم؟ سر قضیه بنی صدر هم فکر میکردیم بنی صدر عزل نمیشه چون 11 میلیون رای پشتشه. چی شد؟ عزل شد، آبم از آب تکون نخورد. تو چرا فکر میکنی مردم ما رو حمایت نمیکنن؟ به ما ملحق نمیشن، ما رو درک نمیکنن؟ چرا حالیت نیست که ما انقلاب کردیم؟ ما شکنجه شدیم، ما زندان رفتیم، ما کشته دادیم. من اینا رو میدونم، مردمم میدونن اینا رو، مردم ما رو انقلابی میدونن، ولی خمینی رو سر انقلاب میدونن. الان مردم پشت خمینی هم، ما باید صبر میکردیم. جنگ، فشار اقتصادی، بالاخره مردم رو طاقتشون تاق میکرد، میریختن تو خیابون. اون موقع باید اقدام میکردیم، نه الان. ما چرا وارد فاز مسلحانه شدیم؟ ما نشریه نداریم، چطوری میخوای مردم رو بخط کنیم؟ نشریه‌مون توقیف شده ناصر. مهم نیست. تصمیم مرکزیت رو باید انجام بدیم. همینی که گفتم. ناصر میخوایم بزنیم، حداقل یه آخوند دیگر رو بزنیم، تبعاتش برای ما کم باشه. ناصر تو چی میخوای؟ تو میخوای من یه آخوند سنتی رو بزنم؟ یه آخوند ضد دموکراسی رو بزنم؟ اینا که بودنشون به نفع ماست. چیزی که به ضرر ماست بهشتی و تفکرشه. اونو باید بزنیم، نه یه آخوند بی خاصیت کف خیابون. به خدا زدن بهشتی هم به نفع ما نیست. زدن بهشتی یعنی بازی مظلومیت. طرف از خداش کشته بشه، نمیذاره تو حزب براش محافظ بذاری، میگه هر خونی ریخته بشه به نفع انقلابه، پایه‌های انقلاب سفت‌تر میشه. این آدمو میخوایم بزنیم؟ تو اینو میدونی؟ مرکزیت نمیدونه چون تحلیلاش از خونه تیمی میاد. من تو مردمم، من تو حزبم، من واقعیت جلوی چشمه. در نهایت هر چی سازمان بگه من انجام میدم. هر چی سازمان بگه من انجام میدم. خداحافظ. حالت خوبه؟ آره خوبه. تصمیمشون برای رفتن به خارج قطعیه؟ آره دیگه، دختره گفت نامزدش اینو خواسته. خیلی دست در نکنم. مأموریت دیگه تموم شد. دیگه نمیخواد بری دنبال دخترم. باشه. خداحافظ. منیجه؟ بله. با ازم صحبت کردم. فردا برید بچه رو بندازید. بندازم؟ گفتم آخه شاید مثلا بشه برای عادی سازی و اینا از بچه استفاده کرد. عادی سازی چی؟ رژیم داره میفته. ما دیگه خونه تیمی بلند مدت نمیخوایم. باشه. منیژه بشین.
میدونم از حرف من ناراحت شدی، ولی دور و برتو نگاه کن، ببین تو مملکت چه خبره. چون مقدارا مملکت رو تو دست خودشون گرفتن. باش، بچه تو داشته باش، ولی اینو بدون تو قدمای آخر مبارزه جا زدی. حالا خود دانی. من حاضرم خودم رو فدای خلق کنم. اینو بارها و بارها هم بهت گفتم. ولی نمیتونم برای یه موجود دیگه ای که اصلا اختیارش دست من نیست تصمیم گیری بکنم. اصلا این بچه پدر داره. من میخوام با فرهاد حرف بزنم. ای کاش بود. یعنی چی ای کاش بود؟ فرهاد تو تظاهرات همزلی کشته شده. بچه رو بنداز. حتی الان به شوهرت فکر نکن. بذار بچت به دنیا بیاد، بذار تو بغلش. از خوشحالی دیوونه میشه. دستت هم میبوسه که فرار کردی. اصلا کاش که شما بر نمیگشتین اینجا. و چی داره این خراب شده؟ دیگه وقتی شنیدم هر روز کلی مجروح جنگی میارم برگشتم. شما خیلی خانم گلی هستی خانم دکتر. شام تو که خوردی، بیا یه دقیقه کارت دارم. مادر من لباس بچه هر جا میدید میخرید. نگاه میخواست سر سب خوشگلاشو جمع کنه. ببین. فوی چقدر نازن اینا. اینو ببین. چه قشنگه. اینا همش مال تو. میخواین آب شما خجالت برم تو زمین؟ مال تو که نیست، مال بچه‌ت. نه اینا رو بذارید واسه خودتون. حالا کو تو من ازدواج کنم بچه داشتم. یعنی چی؟ مگه شما نامزد ندارید؟ خب عروسی کنید با هم. برید با هم دیگه یه ایوری. من مطمئنم خیلی هم زود اینا به دردتون میخوره. خب برید خارج با هم. ناراحت شدی؟ نه ناراحت نشدم. فقط خیلی عوض شده، مثل موقع نیست. عوض شده که شده. مهمیه که دوستتون داره. دوستتون نداره؟ نمیدونم.
پس اینا شد کادر من به بچه تو. من خیلی خرم خانم. به چه حرفی میزنی؟ خرم خیلی. خسته نباشید. سلام آقا. روزت سلام. بخیر. ببخشید آقا من کیفتون رو بگردم. سلام آمورد. سلام. خسته نباشید. برو بالا پیش اسقرقا کارتون داره. چشم. الان میرم. سعید اینجایی؟ چطوری ابوذر؟ قربونت خوبی؟ خسته نباشی. کارا چیه میکنی؟ چیکار میکنیم؟ تفتیش میکنیم، میگردید ملت. دستور حاج آقا فتحیه. از دیروز گفتن همه رو بگردیم. فاتکانی میگردیم. چه میدونم والا. مگه با شما هماهنگ نکردن؟ نگردید. تو نیروی منی، نیروی حاج آقا فتحی. چشم. نگردید. من خودم با حاج آقا فتحی صحبت میکنم. چشم. خسته نباشی. سلامت باشی. چطوری؟ دیگه زحمت نکش دیگه. تشریف بر منزل. دیگه دیر وقت. چشم. خسته نباشی. سلامت. خدا نگهدار. سلام سعید. سلام. چطوری محسن؟ سعید امیریان. دست زنتو بگیر زودتر از اینجا بری. سازمان مجاهدین دنبالتونه. تو کی هستی؟ مهم نیست من کیم. اگرم الان اینجام فقط به خاطر بیتاست. برید از اینجا. برید. سلام آقا ناصر. من باید باهاتون حرف بزنم. تنهایی. پاشو برو بیرون. آقا ناصر، من تو اون حزب خراب شده هر گویی گفتید خوردم. گفتید اطلاعات بیار، سر وقت آوردم.
گفتید ذوالفقاری رو بزن، تو اون شرایط زدم، با جونم بازی کردم. وظیفت بوده. آره وظیفه‌م بود. من انتخاب کردم چریک باشم، چریک زندگیش همینه. ولی آقا ناصر چریک نیاز داره که بهش اعتماد بشه. اعتماد نداشتیم؟ نه نداشتید. اعتماد نداشتید. اگه اعتماد داشتید وقتی فکر کردید من مسئله دار شدم به خودم میگفتید. میخواید ماجرای بیتا رو بدونید، چرا از خودم نمیپرسید؟ بیتا کیه؟ بیتا کیه؟ بیتا منو بازی نده آقا ناصر. منو بازی نده. بیتا همون دختری، همون نامزدمه که یه دختره رو گذاشتی 24 ساعت داره میپادش 3 ماهه. نگران نباش، اون تو رو نمیشناسه. من نگران خودمم. من نگران خودمم آقا ناصر. شما اصلا مثل که نمیدونید چی شده. دختره اومده تو رو به منی که فکر میکرده آدم رژیمم حزب اللهی هم فروخته. من اگه واقعا حزب اللهی بودم شما الان سینه دیوار بودی. من کی از اینجور چیزا ترسیدم که دفعه دومم باشه؟ بفرمایید. من برای شما نگرانم. آره من بیتا رو دوست دارم. خیلی دوستش دارم. صحبت امروز و دیروز هم نیست. خیلی وقت من این یه عشق قدیمیه. چند وقت پیش به طور اتفاقی دیدمش. با خودم عهد کردم به شرطی ما این آدم رابطه‌مو ادامه میدم که لطمه‌ای وارد نشه به فعالیت‌های سازمانیم که نشد. شد. کجا شد؟ خودت خوب میدونی شد. کجا شد؟ به من بگید. به خاطر بیتا بهشتی تو رو از دست انداخت بیرون، ولی تو به من نگفتی. حالا من تو رو بازی دادم یا تو منو؟ من بازی نمیخواستم بدم شما رو. من اشتباه کردم، حالا نگفتم به شما، ولی رفتم درستش کردم. درستش نکردم؟ ناصر نکنه وقتی بهت گفتم بهشتی رو نزنی فکر کردی من به خاطر این میگم که با بیتا راحت برم زندگیمو بکنم. بابا به پیر به پیغمبر من تحلیلای واقعیمو گفتم. من گفتم نزنیم چون به نفع سازمان نیست. بیا این تمام سنده و مدرکایی که میخواستید از من، نقشه کروکی. ولی الان مرکزیت میگه من همین الانم میگم نزنیم، به خدا نزنیم، به خاطر اینکه زدن بهشتی به نفع سازمان نیست. ولی میگید آقا به نفع مرکزیت تصمیمش اینه که بس بزنیم. باشه زمانشو به من بگید، من میزنم. با بیتا مشکل دارید؟ بگید من بیتا رو از زندگی میزنم کنار. فقط من چی کار کنم که شما دوباره به من اعتماد داشته باشید؟ شما بگید من همون کارو میکنم. فعلا قرار بعدیمون منتفیه تا بعدم بهت میگم. آقا ناصر چرا منتفیه؟ همینی که گفتم. بده من. جریانی پسری که داخل مجله زدن خوندی؟ آره الان تیترش دیدم. چیه داستانش؟ سازمان کشتن انداختن گردن حزب اللهی. یعنی سازمان نیروی خودش زده؟ چرا؟ مشخصه. سازمان وقتی دست به اسلحه بردن خیلی از نیروش ریزش کردن. از کشتن تا حساب کار دست بقیه هم بود. تو مطمئنی این پسر سازمانی بوده؟ سازمان زده؟ آره بابا. از کجا؟ دادستانی کاکاش دستگیری کردن. کاکاش هم اعترافی کردن برادرم سازمانی بودن. وقتی از سازمان بریدن کشتنش. قضیه زن بنی سعد هم در جریان میکرد. دکتری گفت آزادش بود. آره چی شد؟ چرا آزادش کردن؟ چه بگم؟ دکتر اشناسی که گفت آزادش بکن. خدا شاهده 2 روز، فقط 2 روز بیشتر مونده داخل دستگیری. الان بنی سعد از تو لونش در اومده. حالا چه؟ گم بوده. دست ما به هیچ جا بند نی.
حیف. چه بگم؟ دکتری گفتن مسائل بنی سعد ربطی به زن و بچهش نداره. آزادش بکنی برید. بیا بوسا پیش نماز. من نمازم اول وقت خوندم، تو برو بخون. باش، قبول باش. قبول حق. بردار ناصر، بردار لعنتی. بیتا 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 بیتا. سلام، چی شده؟ سلام. میخوان منو بزنن، میخوان ترورم کنن. کی میخواد بزنه؟ نمیدونم، یه موتوری شب و روز دنبالمه، هر جا میرم هست. چرا؟ مگه چی کار کردی؟ چی کار کردم؟ گفتم بهت میخوان بریزن تو خیابون. شاید این بیشرف و منافقا دارن انقلابی ها رو میزنن، نمیدونم. خیلی خوب، حالا نگران نباش، بیا بشین. چیزی خوردی؟ بذار برای شام بیارم. ببین بیتا، تا صبح وسایلتو جمع جور کن، منم برم حزب کارامو راسوریس کنم. بعد صبح بریم از اینجا. خب ما هر جا بخوایم بریم حداقل 2 ماه ویزاش طول میکشه. بیتا چرا متوجه نیستی؟ من جونم در خطره. میریم قاچاقی میریم، بعدا برمیگردیم، حالا کار قانونیشو انجام میدیم. هرچند وقتی برگردیم اصلا معلوم نیست حکومت دست کی افتاده. آخه چیه؟ یکی از مریضای من بارداره، شوهرش به زور میخواد بچهش رو سخت کنه. من بهش قول دادم تا وقتی بچهش به دنیا بیاد ازش نگهداری کنم. الان هم اینجاست. الان ببین ببخشید بهت نگفتم، تو هم اگه جای من بودی همین کارو میکردی. خیلی دختر خوبیه، یه دختر ساده شهرستانیه. نه خوب کاری کردی، خوب کاری کردی. اشکال نداره. فقط یه جا رو بتونم پیدا کنم بذاریمش اونجا چند ماه تا وقت زایمانش. ها؟ آره واقعا، چون این تفلک به من پناه آورده. آره این کارو میکنیم. آره این کارو میکنیم. سلام. محمد رضا. محمد رضا یه ساعت موتور تو به من قرض بده، من موتورم خراب. آقا صدا. خدا.
نری میزنمت. بمشی کنار. آدم میذاری منو بزنن؟ گنده گوزی نکن. آدم میذاری منو بزنن. تو عددی نیستی که آدم بزنم تو رو بزنم. میام گاوداری نیستی. جواب تلفن استری رو نمیدی. بچه هم من؟ برای که زیر پامونو خالی کردی. کجا زیر پاتونو خالی کردم؟ چیکار کردم؟ تو خیال میکنی من احمقم. میخوای بری خارج کسی نمیفهمه. حرف بی ربط نزن ناصر. خارج چیه؟ برو پایین. با من این کارو نکن ناصر. من خیانت نکردم به سازمان. من با سازمانم ثابت میکنم. با من این کارو نکنید. نیتا جان با من کاری نداری؟ میگم پس منم باهاتون بیام. نه من از اونجا باید برم یه جای دیگه کار دارم نمیشه. خب بعدش یه کار میکنم با آژانس چیزی برمیگردم. نگران نباش عزیزم. من به خدا بیشتر از این که نگران خودم باشم نگران تو هم. من به خاطر تو رو انداختم به این دوستم این بنده خدا رو نگه داره. خیلی لطف کردی. ممنونم ازت. قربونت. کاری نداری؟ خداحافظ. ازم خواستم بچه‌مو بندازم. خاطر بچه‌م جدا شدم. بعدشم چه می‌دونم وجدانم اجازه نداد برم دنبال زندگی خودم. گفتم بیتا واقعا گناه داره سر هیچ و پوچ زندگیشو ببازه. خیلی بی‌منت به من محبت کرد. قدرشو بدونم. دختر خوبیه. بابت این اومدی واقعیت رو به من گفتی. آره. من و فرهاد خیلی با هم دیگه زندگی نکردیم. اولش ازدواجمون سازمانی بود. ولی بعد من کم کم ازش خوشم اومد. فکر کنم عاشقش شدم. الان کجاست؟ فرهاد کشته شده. ای بابا. تو درگیری انزلی کشته شد. ای بابا. البته اگه به من راستش رو گفته باشن. برای چی اینطوری نگاه میکنی؟ تو واقعا میخوای من کمک کنی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ میخوام چیکار کنم پس؟ چه میدونم. بچه که بودم همیشه به بابام میگفتم جاده چرا انقدر پیچ در پیچن؟ اینا میگفت خاطر اینکه راننده ها خوابشون نبره. الان نمیدونم خودم چرا انقدر خوابم گرفته. جاده هم که تمومی نداره.
کی میرسی؟ یه خورده دیگه میرسیم. تو بخواب. یه دستگیره این کنار صندلی هست، اونو بگیر صندلی تو بخوابون. اشکال نداره بخوابم؟ نه بخواب، رسیدیم بیدارت میکنم. باشه. خوش به حال تو بیتا. با هم دیگه عروسی میکنید، خوشبخت میشین. یه عروسی خیلی خوب براش بود. آقا سعید منیجه میدونی چرا زدمش؟ چرا؟ چند ماهش بود؟ بچه 6 ماهش بود. میتونست بره زندگیشو بکنه ولی خیانت کرد. ناصر جانم، حالا من چی کار کنم؟ بهشتی رو مرکزیت تصمیم میگیره. نه منظورم اینه که من چی کار؟ من تکلیفم چی میشه؟ کارتو انجام بده ولی با دقت بیشتر. کبریت داری؟ دستت میلرزه. ناصر منو به همین راحتی میذاری کنار؟ هیچی، این همه زحمت کشیدم براتون؟ تموم شد؟ تو پهن تو مغزته. تو خیال میکنه اگه کاری نکنی سازمان لنگ میمونه. اینو تو مخت فرو کن. سازمان به یک نفر وابسته نیست. من رفیقتم. سیگار میخوای؟ دارم.
رفتی تو بگو پست چی بود. برای چی اومدی اینجا؟ ناصر گفت فردا 8:30 شب خونه باش. سعی میزنه کارت دارم. انفجار بمب به هنگام سخنرانی حجت الاسلام خامنه‌ای امام جمهوری تهران که به مجروح شدن ایشان منجر گردید. سعید مادر جان، حواستون به آقای بهشتی بیشتر باشه، مواظب باشه باشه که اینا یه وقت نرن سراغش. سونست. دکتر بفرمایید داخل. بفرمایید داخل. خواهش می‌کنم. بفرمایید داخل. بفرمایید. حاج آقا بفرمایید داخل. شروع شد. بله بفرمایید داخل. بفرمایید. بفرمایید داخل. آقای اسلامی. حاج آقا پاک نژاد بفرمایید داخل. باش. باش. حاج آقا سلام. سلام آقای گلایی. نشریه های درونگروهی آماده است. اجازه میدید بزنم میز.
قاچ کنم؟ آره قاچ کن. سعید بی‌پدر شدی. دکتر رو زدن، حاج آقا فتی رو زدن، همه رو زدن. جا موندیم آقا سعید، جا موندیم. سلام. سلام. چه خوشگل شدی. خوشگل‌تر. اینا رو چرا جمع کردی؟ گفتم بدم به یکی که لازم داره. خوب کاری کردی. خوب کاری کردی. برنامه رفتنمون چی شد؟ برنامه رفتنمون بهت میگم حالا. از منیژه چه خبر؟ منیژه خوبه. حالش خوبه. اتفاقا دیروز دیدمش. زنگ زده مثل اینکه به شوهرش شوهره به غلط کردن افتاده. امروز میخوام برن شهرستان، میاد دنبالش. چه خوب. قبل رفتنم حتما ببینمش. خودمون کم گرفتاری داریم بیتا. بدشون کن. بیا قربون برم. بیا عزیزم.
عزیزم. به من دست نزن. یعنی چی؟ چرا اینجوری میکنی؟ منیژه کجاست؟ منیژه کجاست؟ خونه دوستم. یعنی چی؟ الان بهت میگم کجاست. کشته شده. جنازش تو بیابون پیدا شده. دروغ گفتی سعید. همه چیو به من دروغ میگی. کی هستی تو؟ تو اگه تو حزب هفتم تیر کجا بودی؟ من واقعا عاشقتم بیچم. اینم دروغه. بیتا یه دقیقه صبر کنی. ببخشید چی شد عزیزم؟ چرا اینجوری میکنی؟ کجا میخوایی؟ بیتا عزیزم آروم باش. درو بکن. خواهش میکنم توضیح میدی. یه دیوونم نکن. سلام علیکم. خسته نباش. دفتر آقای رجایی کجاست؟ سعید امیریان هستم. من با ایشون قرار ملاقات دارم. دردی و درمون نیستی، زخمی و مرهم نیستی. من واسه تو مردم ولی پشت جنازم نیستی. من غیر دل بستن به تو چه اشتباهی داشتم؟ تو خون بها میخواستی، من چه گناهی داشتم؟ من غیر دل بستن به تو چه اشتباهی داشتم؟ تو خون بها میخواستی، من چه گناهی داشتم؟ عاشق نبودی چون عاشقی چیزی به جز دل واپسی نیست. دستی که تو دستم میخوام آلوده به خونه کسی نیست. چیزی که من میخوام عشقه، چیزی که تو میخوای خونه. واسه همین بین من و
تو باید یکی زنده بمونه. تو آینم بودی یه روزی که آخرش تصویر غم شد. اون روزی من مردم عزیزم که آینم ضد خودم شد. عاشق نبودی چون عاشقی چیزی به جز دل واپسی نیست. دستی که تو دستم میخوام آلوده به خونه کسی نیست. عاشق نبودی چون عاشقی چیزی به جز دل واپسی نیست. دستی که تو دستم میخوام آلوده به خونه کسی نیست.